سلام بچه ها، بیاییم بریم با هم دیگه یه پاچه درست کنیم. پاچه خوشمزه با طعم بازاری. من پاچه ها رو اول داخل یه آب میگیرم، تو قابلمه میریزم و میجوشونم. اون آب اولیه رو میریزم دور. وقتی ریختم دور، آبش رو عوض که کردم آب تازه بهش اضافه میکنم. من برای پاچه یا حتی کله پاچه اصلا ادویه های خاصی رو استفاده میکنم. تنها و تنها به اندازه یه قاشق چایخوری زردچوبه بهش اضافه میکنم و یه دونه برگ بو. چون که ادویه های زیادی اگه بخوایم به پاچه اضافه کنیم، وقتی پخته میخواد بشه رنگ آب پاچه تغییر میکنه و طعم خود پاچه هم تغییر میده. پس بهتره که در همین حد میدم و حتی من پیاز رو خیلی کم و چند تا پر بیشتر پیاز اضافه نمی کنم. اگه دوست داشته باشین که پاچه‌تون چرب‌تر باشه، میتونین باهاش چند تا قلم هم بندازید. و من نمک هم در ابتدای کار میریزم و شب تا صبح با حرارت ملایم میذارم رو حرارت بمونه. از اونجایی که من جنوبی هستم، جنوبی ها دوست دارن که داخل پاچهشون یه دونه لیمو عمانی هم بندازن. اصلا هم سوراخش نمی کنیم، یه لیمو عمانی خیلی کوچیک عطر خیلی خوبی بهش میده و موقع خوردن ما مثل لیمو ترش فشار میدیم و میچکونیم روی لقممون که در انتهای ویدیو بهتون نشون میدیم. ولی ما جنوبی‌ها برای بازاری هم به روش عام استفاده میکنیم، یعنی لیمو رو نمیزنیم، همونجوری که همه درست میکنیم. صبح زود بیدار میشی و میبینی کله پاچه‌ت آماده است، نونتو خورد میکنی و بعد اول صبح یه پاچه حسابی میزنی در بدن. از اونجایی که ایران نیستم و نونی که دارم استفاده میکنم مجبور شدم از نون پیده استفاده کنم، ولی جای نون سنگک و تافتون برای این پاچه خالیه. ببینید که چقدر عالی پخته شده. ببینید که لیمو رو سوراخ میکنیم و روی تریتمون میزنیم. واقعا طعم خیلی خوبی داره این لیمو عمانی.